شروع میکنیم. دانشگاهتون شرایط پذیرش خاصی داره؟ ببینید دانشگاه شهید بهشتی یه دانشگاه مادره. عموما استادا چجوری ان؟ بچه‌ها نظرشون راجع به استادا چیه؟ اساتید جدید. هزینه‌های تحصیل تو دانشگاهتون چطوریه؟ برنجش ایرانیه. بچه‌ها سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره با یکی از دانشجوهای دانشگاه شهید بهشتی مصاحبه داشته باشیم. پارسا جان اگه میخوای خودتو معرفی کنی، سلام علیکی با بچه‌ها داشته باش. سلام عرض می‌کنم خدمت همه کسایی که دارن این ویدیو رو می‌بینن. من پارسا محقق هستم، دانشجوی ترم 4 رشته بیم سنجی دانشگاه شهید بهشتی. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع بشه. آرزم به خدمتت که اول از همه میتونی بهم بگی چه رشته‌ها و چه دانشگاه‌هایی قبول شدی؟ من حقیقتا توی انتخاب رشته سازمان سنجش همین رشته علوم بیم سنجی رو قبول شدم از دانشگاه شهید بهشتی. دانشگاه آزاد علوم کامپیوتر علوم تحقیقات رو قبول شدم و همین دیگه رشته هایی که قبول شدم. 2 تا انتخاب رشته داشتیم، اینا رو من قبول شدم. و دوست داری رتبه و ترازتو بهمون بگی یا نه؟ آره اوکیه. رتبه‌ام 4900 شد. ترازم جمع تراز نهایی و تراز کنکورم تقریبا 8500 شد. 8500 تا جایی که یادم. واسه رشته ریاضی نگفتی، یاد رفت رشته ریاضی بودی. واسه بله رشته ریاضی حالا رشته ریاضی. آره بد نیست. اول از همه برم سراغ دانشگاهتون. شاید بچه‌ها بخوان راجع به دانشگاه شهید بهشتی اطلاعاتی کسب بکنن. جایگاه و وضعیت علمی دانشگاهتون توی ایران، توی دنیا راجع بهش اطلاعاتی داری یا نه؟ ببینید دانشگاه شهید بهشتی یه دانشگاه مادره. یعنی تو تهران چیه؟ توی شهر تهران 2 تا دانشگاه مادر ما داریم. یکی دانشگاه تهران، یکی دانشگاه شهید بهشتی. بقیه پدرن همه. یعنی رشته‌های سوال. ریاضی فیزیک، علوم انسانی، هنرستان و تجربی رو هر 4 تا رشته رو دارن توی خودشون. دانشگاه‌های دولتی. دانشگاه‌های شریف و امیرکبیر مثلا فقط مختص ریاضی فیزیکن، علامه مختص انسانیه. توی این رنک بندی که توی دانشگاه ایران داره، تا جایی که من یادمه دانشگاه شماره 5، یعنی 5مین دانشگاه برتر ایرانه. در جهانش رو خیلی اطلاع ندارم حقیقتا، ولی تا جایی که من یادمه یه سری ارقام و اعداد خوندم، من 801 عدد 830 یادم میاد که 830 اینطوری من یادم میاد. انشالله که همینطوری که میگی. خیلی عالی. راجع به کیفیت کلاساتون، اساتید دانشگاه میتونی یکم برامون توضیح بدی؟ ببینید اول از همه اینو بگم که دانشکده با دانشکده یه مقداری متفاوته. بعد چون دانشگاه شهید بهشتی 2 تا پردیس داره. 2 تا پردیس توی تهران داره. یکیش ولنجکه، یکیش سمت حکیمیه میشه. اونی که خب داخل حکیمیه است خیلی نو تازه تره. سر همین امکاناتش خیلی بیشتره. دانشگاهی که توی ولنجکه، دانشکده‌ای که توی ولنجکه باز فرق میکنه. مثلا دانشکده‌های قدیمی‌تر مثل دانشکده علوم ریاضی یه مقداری به خاطر قدمتش تخته‌هاش هنوز گچیه، امکاناتش یه مقداری کمتره، سیمکشیاش یه مقداری حالا چیزتره، دوچار عیب داره یه مقداری. ولی مثلا یه دانشکده مثل دانشکده مدیریت حسابداری تقریبا 20 خورده ای ساله که افتتاح شده، اصلا نماش هم که شما نگاه کنی خیلی با کیفیت‌تر و قشنگتر و بروزتره. خود دانشکده هاشون هم دانشکده مدیریت، دانشکده علوم هسته‌ای خیلی نمای قشنگتری داره، امکاناتش خیلی بیشتره، کتابخونه‌هاش خیلی بزرگتر و خیلی بروزتره، سیستمایی که اونجا نصب کردن کلا خیلی با کیفیت‌تره. و عموما استادا چه جوری ان؟ بچه‌ها نظرشون راجع به استادا چیه؟ ببینید اساتید واقعیتش رو بخوایم بگیم اساتید خوبی هستن. حالا خیلی از بچه‌ها گله میکنن که خوب نیستن. راست بگو، اینو که نمی‌فرستیم برای استادا که نه راستشو بگو. نه میدونم واقعا، یعنی اطلاعاتشون میگن پایینه، ولی من واقعا تا الان سر هر کلاسی نشستم، یعنی من بوده که کلاسم با
بچه‌های خودمون باشه یا با بچه‌های رشته دیگه، اساتید دانشکده‌های دیگه. من تا حالا شاید مثلا یه استاد شاید نهایتاً توی این همه درسه که پاس کردم دیدم که یه مقداری حالا مناسب دانشگاه نباشه، در سطح اساتید دیگه اونقدر بالا نباشه. ولی در کل من به نظرم با توجه به امکاناتی که توی دانشگاه وجود داره، با توجه به قدمتش، من به نظرم اساتیدی که اونجا هستن از لحاظ علمی و اطلاعاتی که دارن خیلی بالا. کیفیت کلاس‌ها چجوریه؟ یعنی ببین مثلا خب دانشگاه خود ما فرهنگیان، یعنی شما یه موقع ممکنه بود یه دانشجویی 6 تا غیبت هم داشته باشه بعد استاد نمیفهمید، یعنی مثلا یه غیبت خورده بود کلا. اونجا چجوریه؟ بچه‌ها راحت میپیچونن یا نه؟ نه، دانشکده معارف و علوم ورزشی که برای همه دانشکده‌ها مشترکه و ادبیات که زبان و درس‌های معارف و تربیت بدنی اصلا حضور غیابش غیر ممکنه که انجام نشه. یعنی من خودم بخوام بگم اینتر کلا 2 روز قراره برم، من می‌خواستم یه درس عمومی بردارم که حضور غیاب نکنه برای روز سوم، یعنی سومین روز. ولی نظرسنجی اساتید رو که میخوندم هیچ کدوم از اساتید نبودن که حضور غیاب انجام ندن و معمولا هم راه میان، اینطوری نیست که بخوان سر حضور غیاب اذیت کنن. نظرسنجی اساتید میخوندی یعنی چی؟ یعنی شما قبل اینکه با اون استاد برداری میتونی ببینی راجبش چی گفتن؟ بله، ما یه کانال داریم توی تلگرام. آره ما یادم نمیاد. فرهنگیان از اونجا چیز میکنین؟ از اون کانال میبینی؟ آره. فکر کردم تو سایت خودش مثلا برای نه، تو سایت هم داره. فکر کنم برای خود مثلا یعنی انتخاب واحد این هست. نه، برای کنار اسم استاد مثلا میزنه استاد گیریه ها، اینو انتخاب نکن. ببینید سایت انتخاب واحد با سایت خود دانشگاه فرق داره. کلا انتخاب واحدی که ما انجام میدیم، اموری که داریم با آموزش توی سایت بهستانه. قبلا گلستان بود، الان شده بهستان. اما سایت خود دانشگاه همون SPU شهید بهشتی میشه و نظرسنجی اساتیدی که شما میتونی از رو نمودار، میزان رضایت، میزان نمرات، یعنی رنج نمرات و اینا رو میتونی از سایت خود دانشگاه برداری، سایت اصلی. ولی اون یکی نظرسنجی که گفتم، ما یک کانال تلگرام داریم به اسم اساتید بهشتی. اونجا کسایی که درس رو با استادای مختلف، تخصصی، عمومی، پایه برمی‌دارن، میان نظراتشون رو می‌نویسن راجع به حضور غیاب، نمره دهی، راجع به فعالیت‌های کلاسی، راجع به اینکه چقدر به موقع استاد میاد. همه اینا رو توضیح میدن و ما با توجه به اونا شروع می‌کنیم یه انتخاب واحدی کنیم که حالا به خصوص سر دروس عمومی به مشکل نخوریم با استاد. اسم کانال خیلی جالب بود، اساتید بهشتی. اساتید جهنمی. اساتید جهنمی. خب خیلی عالی. دانشگاهتون شرایط پذیرش خاصی داره برای حالا چه برای مصاحبه و گزینش یا برای رتبه و ترازی که لازمه؟ البته من میدونم راجع به رشته‌های مختلف متفاوته، ولی خب به طور کلی میتونی بهمون بگی. ببینید چند ساله، حالا امسال هم نه، 3-4 ساله یه سری رشته‌ها مثل مدیریت بیمه و بیمه اکو میان براشون بورسیه تحصیلی میذارن. مثلا ذوب‌آهن اصفهان یا همراه اول یا ایرانسل، اینا میان بورسیه میکنن که بعد از اینکه درس اون فرد تموم میشه اونو استخدام کنن توی اون شرکت‌ها و حین اون کارهای دانشجویی، یعنی اون دوره دانشجویی، حقوقی هم بهش میدن. ولی برای بقیه رشته‌ها دانشگاه بهشتی نه، مصاحبه نداره، مثل دانشگاه شاهد یا مثل دانشگاه فرهنگی یا رجایی، اینطوری که مصاحبه داشته باشه، شرایطی داشته باشه که بخواد خیلی سخت کنه، خیلی پیچیده کنه، نداره. خیلی هم عالی. هزینه‌های تحصیل تو دانشگاهتون چطوریه؟ حالا چه از شهریه گرفته، اگه شهریه میگیرن برای رشته یا قسمتی بهم بگو، چه به اضافه این که بحث منابع آموزشی، یعنی چقدر مثلا توی هر ترم باید هزینه کنی برای کتاب، برای نمیدونم فایل، برای چیزای مختلف؟ شهریه که چون دانشگاه بهشتی دانشگاه روزانه است، جزء دسته روزانه حساب میشه، شهریه نمیگیره. اما اگر هیچ دانشکده و هیچ رشته‌ایش نمیگیرن. اما اگر رشته‌ای باشه که شبانه باشه، یعنی نوبت دوم باشه، یه شهریه‌ای باید پرداخت بشه که اطلاعات من توی 5 سال اخیر تقریبا دانشگاه شهید بهشتی دوره دوم نمیگیره، نوبت دوم نگرفته، فقط روزانه گرفته. راجع به اینکه حالا کتاب و این داستانه کمک آموزشی و منابع آموزشی،
من تا حالا چیزی نخریدم، یعنی اینطوری نبوده که ول کنم نخونم. چرا؟ کتابشو تهیه کردم، منبعشو تهیه کردم، اما از 2 تا جا. یکی کتابخونه که برای دروس تخصصیمون تو خود دانشکدهمون هست، دروسی که از دانشکده‌های دیگه ارائه میشه، دوباره شما میتونید برید اونجا کتاباشو بگیرید، یعنی اصلا نه نیازی به ثبت نام داره نه نیازی به پرداخت پول داره. من بخش دوم از قسمت دومی هم که گفتم تهیه میکنم اساتید اصلا با دانشجو گروه تشکیل میدن، یا توی تلگرام یا توی واتساپ، منابع و ارسال داخلی. اما یعنی چی؟ دانشگاه دولتیه اونجا پیام رسانشون خارجی و منابع رو ارسال میکنن به صورت حالا PDF ارسال میکنن، یا اینکه شده از ترم بالایی قرض بگیریم یا ازشون بخوایم که کتابو PDF کنن، عکس بگیرن برای ما بفرستن. و میگم من تا حالا از این خرجایی که بخوام حالا برم انقلاب یا سفارش بدم نداشتم. چقدر عالی. اینا رو داشتیم گفتی، یه سوال برام مطرح شد. میتونم بپرسم چند تا واحد تا حالا افتادی؟ خب نمیپرسم، چرا میخوام؟ واقعیت رو بگم، هر جور راحتی. واقعیت رو خب بچه‌ها اینجوری باش. 6 واحد من افتادم. 6 واحد تا حالا افتادی؟ آره. من ترم اول یه 4 واحد ریاضی عمومی یک افتادم، بعد ترم بعدش هم 2 واحد ریاضیات مالی افتادم. حالا بعداً توی یه ویدیو دیگه چون باید با هم ضبط بکنم راجع به رشته، راجع به بیم سنجی، اونجا بگو چیا بوده این درسا که افتادی. بچه‌ها از قبل آماده باشن و روش سرمایه‌گذاری بکنن. موضوع بعدی که میخوام بپرسم یه ذره بیشتر راجع به امکانات دانشگاه بهمون بگو. اول از همه رفت و آمد رو بگو، چجوریه رفت و آمد؟ سخته آسونه؟ خیلی سخت. الان پردیس شما کدومه؟ من ولنجک. خب چجوری میری؟ ببینید رفت آمدش سخته یه مقدار، به خاطر اینکه تو منطقه 1 کلا اون سمت‌ها، یعنی تجریش به این سمت کلا یه مترو تجریش وجود داره که اونم پیاده تا دانشگاه ما تقریبا 1 ساعت پیاده روی داره. از مترو تا دانشگاه؟ آره پیاده، ولی با ون مثلا 10 دقیقه مسیره. ونایی هم که میبرن الان در حال حاضر 20000 تومان میگیرن. الان امروز چندم؟ 30 بهمن 1404. 1 رمضان نمیدونم چند روزه هم هستیم داریم میبینیم. الان من طوری که دارم رفت آمد میکنم، من خودم رو به مترو تربیت مدرس میرسونم. مترو تربیت مدرس اواسط اتوبان چمرانه، بزرگراه شهید چمران. از اونجا تا خود دانشگاه BRT وجود داره. اون BRT ها تا انتهای تقریبا اتوبان شهید چمران میرن. ایستگاه نمایشگاه بین‌المللی 2 تا جهت داره. اگر برید سمت راست میخوره نمایشگاه، اگر برید سمت چپ میشه دانشگاه شهید بهشتی و میدون شهریاری. پیاده باید بشیم اونجا بریم؟ آره پیاده 5 دقیقه مثلا کلا. ولی چیزی که حالا من میدونم فعلا دسترسی همینه، اما قراره که در آینده خیلی دور فکر کنم خط مترو 9 یا 10. خب هیچی، اونجا اصلا ایستگاه داره ولی تازه شروع شده به بهره برداری. اگه اون زمان این ویدیو رو دارید ببینید دیگه فکر کنم مثلا یا من خیلی سنم بالاست، 70-80 سالم فکر کنم تا اون موقع که این آماده بشه، یا دیگه مثلا نیستم. یادم کنید من میدونم که چند تا ایستگاهش بهره برداری. 410 خط داره. اونجاهایی که مترو ندارن اولویت دارن. امیدوارم. البته تو از غرب میری درسته؟ تو از غرب میری دانشگاه و از شرق هم رفتم. از جنوب شرق. از شرق هم باز از مترو و همون باز در هر صورت من میرسونم خودم اونجا. بسیار عالی. راجع به خوابگاه میتونی بهمون اطلاعاتی بدی؟ خوابگاه داره نداره؟ بعد اگر داره هزینه‌اش چجوریه؟ جداست از دانشگاه یا همونجاست؟ قبلش یه چیزی بگم، ادامه اون سوال قبلیه بود راجع به امکانات دانشگاه. گفتید دیگه چه امکاناتی داره دانشگاه بهشتی؟ چون که خب تو دامنه کوهه یه مقداری رفت آمده تو خود دانشگاه هم خیلی سخته. یعنی پیست اسکی داره؟ خب یعنی برف بیاد پیست اسکی هم داره. یعنی من همون موقع هم که قبول شدم چند نفر رو که میشناختم بهشتی بودم میگفتن مثلا منیزیم بخور، کلسیم بخور، استخوان‌بندیت ذره قوی شه سر این رفت آمده. اون موقع ها ون نبود تو خود دانشگاه. الان نزدیک 15 تا ون توی دانشگاهه که از 7 صبح تقریبا شروع میکنن تا 6 و 7 بعد از ظهر. اینا مدام توی دانشگاه میچرخن، رایگان هم هست دیگه. و بچه‌ها رو از ایستگاه‌های مختلف داره، مثل بیرون که ایستگاه داره،
ایستگاه پایین ترین نقطهش که میشه دانشکده ما از اونجا شروع میشه تا خوابگاه، که چون خوابگاه بالاترین نقطه دانشگاه، تا اونجا میبرن برمیگردونن. یه عده هستن که حالا از جاهای دیگه میان، میتونن سر راه از بیرون دانشگاه، چون الان میرسیم به خوابگاه، میگم از پردیس عباسپور، شهید عباسپور که توی حکیمی است، بیان به پردیس شهید بهشتی داخل ولنجک. یه سری اتوبوس وجود داره که بچه‌ها رو جابجا میکنه، اونم رایگانه. راجب خوابگاه داره. هزینه‌هاش من خودم خوابگاهی نیستم، ولی از دوستای خوابگاهی و همکلاسیای خوابگاهی که شنیدم هزینه معقولی داره. من نمیدونم چقدر، ولی تا حالا ندیدم کسی گله‌مند باشه که از این بگن که هزینه خوابگاه زیاده. و یه ناهماهنگی که متاسفانه تو شهید بهشتی وجود داره اینه که یه مقداری پخش کردن بچه‌ها توی خوابگاه‌ها، نمیدونم بر چه اساسیه، یه ذره بی‌نظمه. یه سری از بچه‌ها که دانشگاه شهید بهشتی ان، خوابگاهشون میفته پردیس عباسپور. یه سری از بچه‌ها که عباسپورن خوابگاهشون میفته پردیس شهید بهشتی. ولی میگم این اتوبوسایی که بین راه این دوتاه هست، اما خب چه هر کاریه ساعتی نیست. آره من نمیدونم چرا درست نمیشه. آره رسیدگی کنید به این مشکل واقعا. بچهای خوابگاه شاید علتی داره نمیدونم. و خوابگاه‌های سطح شهر هم که هست دیگه، خوابگاه نزدیک انقلاب هست، توحید هست، چهار توحید، اینجور جاها رو خوابگاه دارن تا جایی که من می‌دونم. یه خوابگاه هم خیلی ها میشناسن چون خیلی قدیمیه، خود اوین، خوابگاه شهید کچویی، اونجا یه خیابونیه شهید کچویی اونجا خوابگاه داره. یه خوابگاه دیگه است، یعنی میگم خوابگاهاش زیاده تقریبا. تا جایی که من میدونم فقط یه سالی که ما ورودی داشتیم به مشکل کم بوده جا خوردن، بعدش چند تا خوابگاه دیگر رو گرفتن و مشکلات حل شد. عیب و ایرادات داره یه مقدار خوابگاه. به لحاظ کیفیتی یه مقداری از سایر دانشگاه دولتی تهران خوابگاهاش کیفیتش پایین‌تره. چقدر اعتراض میکنید؟ ما یه زمانی دانشگاهمون وسطش رو تیغه کشیدن. ببین یه راهرو خیلی طول و دراز رو در نظر بگیر، خب وسط همون راهرو رو اومدن تیغه کشیدن، نصف کلاس‌ها رو کردن خوابگاه. بعد رئیس بعدی اومد اون تیغه رو خراب کرد، همه رو کرد دوباره کلاس. من همه اونها رو اونجا بودم، یعنی فکر کنم مثلا 3-4 تا رئیس عوض شد تو 4 سالی که من فرهنگیان داشتم می‌خوندم. هر کدوم میومدن یه کاری می‌کردن، اون یکی کار این یکی رو قبول نداشت کلا، یعنی من همه رو برمیگردون. اون همه هزینه شد برای اون تیغه‌ای که کشیدن وسط راهرو، بعد اونو برداشتن دوباره خراب کردن. این عجیب بود. یه چیزی هم من بگم دوباره راجع به امکانات دانشگاه، من هی یادم میفته. دانشگاه شهید بهشتی تنها دانشگاهیه تو ایران که دانشکده هسته‌ای داره. سر همین دانشکده هسته‌ای تحریمه و یه مقداری کارهایی که برای شاید مهاجرت و اپلای باشه یه مقداری سخته. دانشگاه‌های دیگه‌ای هم بودن که اینو داشتن، دانشگاه شریف هم داشت، ولی چون شریف مرکز اپلای دانشگاهایی که تو ایرانن هست، این دانشکده رو تعطیل کرد کلا. ولی فعلا دانشکده هسته‌ای شهید بهشتی فعال. اساتیدش هم توی اون جنگ 12 روزه غالبا فکر کنم نزدیک 10 نفری ترور شدن. رئیس دانشگاه هم آقا میری، اونم هسته‌ای، دانشمند هسته‌ایه و از اساتید همون بخش هم هست. حالا لوش داد چرا اسمش رو گفت. بیا میگیره خب. آره خون این آدم گردن تو خودم تو جنگ بعدی ترور دلیل نیست. اونجا رفت آمد الکی گفتیم بیم سنجیه. جاسوس موساد. یکی از بچه‌ها هم پیام داد این چند وقت پیش، ما بنویس آقا مرساد، بعد دیدم پیام داد آقا موساد. خدا بعد من دید عذرخواهی کرد. احتمال اگه این ویدیو رو ببینیم متوجه میشه من منظور بودید. اومد عذرخواهی کرد. گفتم خب چرا آخه؟ گفت خودش ادیت کرد. گفتم مگه چقدر موساد می‌نویسی توی پیامات که این خودش ادیت کرده مرساد کرده موساد. خب راجع به امکانات ورزشی تفریحی دانشگاهتون هم به ما ایزاره بگو. امکاناتش واقعا امکانات خوبیه. یه زمین چمن داره خیلی بزرگه، 11 به 11، یعنی 22 نفر است. جایگاه تماشاچی داره، جایگاه دورش دو میدانی داره. بعد اینکه
سمت خوابگاه. برای بچه‌های خوابگاه باشگاه بدنسازی هست، باشگاه کشتی هست، فوتسال، والیبال، چمن مصنوعی هست. شهریه باشگاه فکر کنم الان 100,000 تومان کلا. استخر نداره؟ استخر داره. چرا استخر هم داره؟ استخر فجر اسمش. دانشکده این از بخش خوابگاه، یه دونم چمن بزرگ، بخش خود دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی، چند تا سالن ورزشی داره، زمین تنیس داره، تنیس روی زمین داره، سالن‌های پینگ پونگ داره. امکاناتش بالا، واقعا توی امکانات ورزشی بالا. توی مثلا 2-3 سال اخیرم مسابقات ورزشی کشتی و چند تا چیز پینگ پونگ و تنیس توی دانشگاه بهشتی برگزار شده. کدوما رو خودت میری؟ هیچ کدوم؟ من یه بار تنیسشو خواستم برم نذاشتن. گفتن که باید رزرو بشه. رزرو کن دیگه. یه سوال دیگه هم مطرح شد برام الان که از قسمت‌های جالب دانشگاه. ببین بعضی از دانشگاه هستن که کلاس هاشون تفکیک شده ولی خب بیرون با همن مختلط. بعضی از کلاس ها هستن که کلاس های خاصی مثل اندیشه اسلامی و وصایای امام و اینا تفکیک شده، بقیه کلاس ها همه با همن. یه سری دانشگاه هم هست که اینو مطمئن نیستم فکر کنم، ولی یه سری دانشگاه هم هست همه با همن کلا همه کلاس ها نه. یه سری دانشگاه هم که اصلا ایران نیست و کلا همه با همن. خیلی با همن. آره همه با همه توشون هست. حالا به من بگو که دانشگاه شما چه جوریه وضعیتش؟ دروس تخصصی و دروسی که مربوط به رشته خودمونه و دروسی که عمومی دانشکده ادبیات، یعنی زبان انگلیسی، زبان ادبیات فارسی، زبان تخصصی، اینا مختلطه. دروس خودمونم مختلطه. یک سری از درس‌های دانشکده معارف اگر که ظرفیت کم بیاد، استاد نداشته باشن، دروس رو مختلط میکنن. ولی در حالت عادی استانداردش اینه که توی دانشکده الهیات و تربیت بدنی این دروس عمومی که ما میخونیم تفکیکن. راجع به غذا و سلف هم بگو دیگه. یکی از مهمترین مشکلات دانشجوها معمولا غذا و سلف و این هاست. ببینید نکته خیلی مثبتی که به نظر من داره، اولین نکته اینه که برنجش ایرانیه. یعنی اگر غذای برنجی یا پلو داشته باشن، برنج ایرانیه، هندی نیست. یا حداقل ترکیب ایرانی پاکستانیه. هندی هیچ وقت من ندیدم استفاده کنه، سابقه هم نداشته. اما کیفیت غذا، ببینید ما روز اولی که وارد دانشگاه هم شدیم، رئیس دانشگاه که سخنرانی کرد گفت ممکنه یه وقتایی واقعا از دست آشپزا در بره، یه وقتایی غذا شور شه، بد بشه، شفته بشه، ما نمیتونیم واقعا دیگه کاری کنیم. پس آمادگی رو داد. آره همون اول آمادگی رو داد. قیمت‌های غذا باز بستگی داره که چه نوع باشه. اگر غذاهایی مثل کوبیده و جوجه باشه 20,000 تومانه، قرمه سبزی، قیمه، خورش کرفس، الویه، ناگت، اینا 15,000 تومانه. کشک بادمجون و میرزا قاسمی و اینجور غذاها 12,000 تومانه. کوکو سیب زمینی، کوکو سبزی، اینا 12,000 تومانه. راجع به کیفیت، الان داری میگی اینا رو؟ الان قیمت اینجوریه؟ الان قیمت اینجوریه. راجع به کیفیت 30 بهمن 1404 دوباره بگم. یه سری غذاها رو خیلی خوب درست میکنن. مثلا قیمه دوست داری؟ نه خیلی دوست ندارم، ولی خوب درست میکنن. مثلا شاید چون دوست داره مثلا مزه واقعا قیمه‌های نظری محرم میده، خیلی خوشمزه است. چرب و چیلیه. آره محرم بزنم. بگو راحت. بعد قیمه ها رو خوب درست میکنن. غذاهای بیرونی مثل یعنی غذاهای آماده، مثلا ناگت، مثلا شینیسه، اینا رو خیلی خوب درست میکنن. بعد اینکه غذایی نمیدونم، قرمه سبزی ها رو من واقعا نمیفهمم. یعنی اینکه میگن هر وقت دید چمن رو دارن بدون قرمه سبزی، واقعا همینه. من نمیدونم چرا قرمه سبزیاشون اصلا خوب نیست. خوب نیست. نه ولی میگم یه سری غذاها رو خیلی خوب درست میکنن، یه سری غذاها رو 0 و 100 یعنی حد متوسط ندارن. کشک بادمجوناشون خوبه، میرزا قاسمیاشون افتضاحه. دوست ندارم. آره اشتهام کور شد. ولی میگم توی یه سری از غذاها خیلی خوبن، یه سری غذاها نه. بسیار هم عالی. حالا راجع به رشته‌تون توی ویدیوی دیگه ان شاءالله صحبت کنیم که این ویدیو هم خیلی طولانی نشه. ممنونم که وقت در اختیار ما گذاشتی. اگه میخوای خداحافظی کنی که میتونی خداحافظی کنی. آره
خیلی واقعا لطف کردی. خب بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو استفاده کرده باشین. ویدیو دیگه هم با آقای محقق ضبط می‌کنیم راجع به دانشگاه شهید، میگم دانشگاه شهید بهشتی، راجع به رشته بیم سنجی. اون ویدیو رو هم حتما ببینید که امیدوارم اونم مورد استقبالتون قرار بگیره. فعلا خدا نگهدار.